هلو، چطورین؟ از اونجایی که توی پست‌های قبلی میکاپ پوستمو کامل با هم دیگه انجام دادیم، این بار فقط میخوایم چشامون رو میکاپ کنیم، رژ لب بزنیم و البته رژگونه. بزن بریم. یه سایه قهوه‌ای خیلی ملایم پشت پلکم میزنم، کامل پشت پلکم پخشش میکنم. از همون سایه قهوه یه کوچولو هم زیر بینی یه میزنم. سایه سفید یا کرمی روشن برمی‌دارم و توی قسمت جلویی چشمم میزنم. و هایلایتر اینو که ببینید میرسیم به بخش مورد علاقه. من از خط چش کیکو استفاده میکنم، همینقدر قشنگ و روونه. ببین، من همیشه واسه اینکه خط چشم خیلی خوشگل بشه و به چشم فرم بده، انتهای چشممو میکشم و به هیچ وجه تا وسط پلکم نمیارمش. یعنی من بدون خط چش نمیتونم. ببین اصل ریملم هم کیکوه. فقط تفاوت دوتا چشممو ببین. دختر من واقعا حرفی ندارم. ریمل بگی الان میتونم با موجام پرواز کنم. ریمل کیکو هم دوست داشتم، پسندیدم. میرم سراغ خط لب. 2 تا خط لب کیکو گرفتم. کد 112 یکی 108. این 108 حس میکنم قهوه‌ای ترین، یکم به زرشکی میخوره. اینو بیشتر دوست دارم. بریم اینو بزنیم. چقدر روون و خوش رنگه. توی لبم به اندازه یه نقطه خیلی کوچولو کانسیلر میزنم اینجا و دست کامل خطوط شبیه میبرم. و این لیپ گلاس کیکو کد 44 که پینترست و اینستا رو ترکونده، من میگفتم فقط باید برم بگیرم ببینم رو لب چه شکلی رو میگن. کد 44 کیکو خیلی خوبه، خیلی خوشگله، بوی شکلات میده. و مورد علاقه جدیدم رو میبینیم، خیلی خوب بود. و بخش آخری که همه دخترها بلا استثنا عاشقشن، رژگونه. نوک بینی، چونه، اینم از ژل ابرو. همه این محصولاتی هم که توی ویدیو استفاده کردم و میتونی از پیجی که توی کپشن تگ شده تهیه کنی. اینم فاینال میکاپ هم توی کامنت ها بهم بگو چطور شد.